سلام، اسم من نیلوفره. الان که دارم این حرفا رو میزنم 32 سالمه، ولی قراره براتون از روزایی بگم که همه چیز برام از همون لحظه شروع شد. لحظه‌ای که پرده‌های سفید دروغ مادرم یکی یکی افتادن و من موندم و یه عالمه زخم که هنوز بعد این همه سال خوب نشده. اون موقع تازه 20 سالم شده بود. ترم 4 دانشگاه بودم. یه دختر معمولی از یه خانواده معمولی. یعنی حداقل خودم فکر می‌کردم همه چیز معمولیه. مامان و بابا، یه خواهر کوچکتر به اسم ندا و یه خونه کوچیک تو یکی از محله‌های نچندان بالای تهران. ما همیشه جزو خانواده‌هایی بودیم که زیاد با کسی رفت و آمد نمی‌کردیم. مامانم آدم محافظه‌کاری بود، خیلی به ظاهر و آبرو اهمیت میداد و همیشه میگفت: دختر جون، آدم اگه میخواد راحت زندگی کنه، باید دهنشو ببنده و سرش به کار خودش باشه. اون موقع فکر میکردم مامان داره نصیحت میکنه، ولی هیچ وقت نفهمیدم که این سرش به کار خودش باشه یعنی یه چیز خیلی عمیق‌تر از اون چیزیه که فکر میکردم. پدرم کارمند ساده‌ای بود، همیشه صبح زود میرفت سر کار و عصر برمیگشت. اخلاقش بد نبود، ولی همیشه یه جور خستگی توی نگاهش بود، یه خستگی عمیق که هیچ وقت نتونستم دقیق بفهمم از چی بود. زندگی ما آروم بود تا اون روزی که یه پاکت نامه توی خونه پیدا کردم. داشتم دنبال دفترچه بیمه بابا میگشتم که یه پاکت قدیمی ته کشوی میز تحریرش پیدا شد. روش با خودکار قرمز نوشته شده بود خصوصی. کنجکاوی کار دستم داد. بازش کردم و اولین جمله رو که خوندم دنیا دور سرم چرخید. برای دخترم نیلوفر، اگه یه روزی لازم شد بدونه. تا اون لحظه اصلاً فکر نمی کردم همچین چیزی توی خونمون وجود داشته باشه. یه نامه با این عنوان که برای دخترم اگه یه روزی لازم شد بدونه. دستم می لرزید، نمیدونستم بازش کنم یا نه. یه لحظه خواستم بذارمش سر جاش، ولی صدای قلبم داشت میکوبید توی گوشم. وسوسه خیلی قوی تر از عقل بود. بازش کردم. خط بابا بود. دقیقاً همون دستخط کج و کوله‌ای که همیشه از بچگی می‌دیدم وقتی یادداشت می‌ذاشت روی یخچال یا قبض‌ها رو امضا می‌کرد. نیلوفرم، اگر داری این نامه رو می‌خونی، یعنی یا من دیگه نیستم یا مادرت یه روزی مجبور شده همه چیز رو بهت بگه. من هیچ وقت نمی‌خواستم تو از چیزی که بین من و مادرت گذشته خبردار بشی. ولی خب زندگی همیشه اونطوری که ما میخوایم پیش نمیره. بعضی وقتا برای اینکه آدمایی که دوستشون داریم آسیب نبینن دروغ میگیم. حتی اگه بدونیم یه روز ممکنه این دروغ مثل خوره بیاد سراغ زندگیمون. نفسهام به شماره افتاده بود، بغض گلوگیرم شده بود و نمیتونستم تصور کنم چی قراره بخونم. همه وجودم یخ کرده بود. بابا ادامه داده بود: نیلوفر جان، قبل از اینکه تو به دنیا بیای، زندگی من و مادرت خیلی متفاوت از چیزی بود که تو میبینی. ما فقط چند ماه بعد از عقد رسمی یه اتفاق تلخ برامون افتاد. مادرت یه روز اومد خونه و گفت یه اشتباهی کرده، یه اشتباهی که میتونست کل زندگیمون رو نابود کنه. دستم میلرزید، نمیتونستم باور کنم دارم اینو از بابام میخونم. اشتباه؟ یعنی چی؟ یعنی مادرم؟ اون بهم گفت که قبل از ازدواج با من به اجبار خانواده‌اش راضی به خواستگاری یه مرد دیگه شده بوده. مردی که وضع مالی خوبی داشته و میخواست مادرتو از روی فقر و مشکلاتشون نجات بده. ولی مادرت با دل خودش مخالفت کرده بوده و یه مدت کوتاه با اون مرد نامزد بودن، ولی بعد زیر همه چیز زده بوده. مشکل از اینجا شروع شده بود.
اون مرد نامزدی که باهاش به زور عقد کرده بودن، بعد از به هم خوردن رابطه به مادرت تهدید کرده بوده که اگه ولش کنه همه جا شایعه درست میکنه و آبروشونو میبره. مادرت از ترس خانواده و آبروی پدرش سکوت کرده بوده، اما اون مرد کوتاه نیومده. دستام عرق کرده بود. بابا چه داشت میگفت؟ اینا یعنی چی؟ مادری که همیشه همه جا از آبرو حرف میزد، خودش این همه سال همچین رازی داشته؟ بابا ادامه داده بود. مدتی بعد از این اتفاق مادرت دیگه نمیخواست هیچ خواستگاری رو قبول کنه تا اینکه من سر راهش قرار گرفت. اما درست 3 ماه بعد از ازدواجمون اون مرد دوباره برگشت و مدعی شد که مادرت قبل از ازدواج با من. چند ثانیه مکث کردم. نتونستم جمله بعدی رو همون لحظه بخونم. قلبم داشت از جاش کنده میشد. اون مدعی شد که مادرت از اون باردار بوده. انگار دنیا دور سرم چرخید. دستم روی نامه خشکش زد. همه چیز سیاه شد جلوی چشم. یعنی چی؟ یعنی چی؟ من؟ یعنی ممکنه من؟ نه، نمیتونستم حتی جمله رو توی ذهنم کامل کنم. اون لحظه فقط صداهای گنگ و مبهمی توی سرم میپیچید. نمیدونستم گریه کنم، داد بزنم یا فرار کنم از اون خونه. همه چیز داشت دور سرم میچرخید. چند دقیقه فقط خیره به اون نامه نشستم. انگار ذهنم قفل شده بود. هیچ چیزی نمیفهمیدم. یعنی چی؟ ممکنه من بچه اون مرد باشم؟ یعنی این همه سال من واقعاً دختر بابام نبودم. دستام میلرزید. نفسهام بریده بود. از جا بلند شدم و مثل آدمای خواب زده رفتم توی آشپزخونه. مامان داشت برای شام سالاد درست میکرد و هیچ چیزی از حال من نمیفهمید. تا منو دید گفت: نیلوفر، خوبی مامان؟ چرا رنگت پریده؟ برای یه لحظه میخواستم بریزم سرش، داد بزنم، ولی نمیتونستم. دهنم باز نمیشد. فقط گفتم: هیچی مامان، یکم سرم درد میکنه. با همون مهربونی همیشگی گفت: برو یکم دراز بکش مادر جان، شاید فشارته. رفتم توی اتاقم و درو بستم. نمیخواستم بغضم جلوی مادرم بترکه. تمام شب تا صبح به سقف خیره بودم. انگار یک کابوس عجیب داشتم میدیدم که تمومی نداشت. فردای اون روز وقتی بابا رفت سر کار و ندا هم رفته بود مدرسه، رفتم سراغ مامان. یه جورای دیگه نمیتونستم توی دلم نگه دارم. رفتم نشستم روبروش. نگاهش کردم. با همون لحن آرومی که خودمم باورم نمیشد گفتم: مامان، یه چیزی هست، میخوام بپرسم ولی راستشو میخوام. نگاهش تغییر کرد. یکم مکث کرد ولی گفت: چی شده نیلوفر؟ گفتم: من دیشب توی کشوی بابا یه نامه پیدا کردم. دستخط خودش بود. چشماش لرزید. انگار برق از سرش پرید. چی نوشته بود تو نامه؟ دستمو روی میزم گذاشتم، آروم ولی محکم گفتم: همه چی. در مورد اون مرد، در مورد گذشتت، حتی این که من نفسم گرفت، نتونستم جمله رو کامل کنم که ممکنه من بچه اون مرد باشم. ناگهان صدای نفسش سنگین شد. سرش رو انداخت پایین و دستهاش لرزید. چند ثانیه سکوت سنگینی بینمون افتاد. حتی صدای تیک تاک ساعت هم شبیه صدای پک میخورد توی سرم. بالاخره خیلی آروم زیر لب گفت: بالاخره وقتش شد. تعجب کردم. یعنی چی وقتش شد؟ گفتم: یعنی چی؟ یعنی دروغه. مامان بگو، تو باید بگی. یه نفس عمیق کشید. اشک توی چشماش جمع شده بود ولی سعی می‌کرد آروم باشه. صداش لرزون بود. نیلوفر، باور کن هیچ وقت نمیخواستم اینو بدونی.
چون نمیخواستم زندگیت خراب بشه. مامان، من دارم از دیوونگی میمیرم. راستشو بگو. نگاهش کرد، چشم تو چشم شدیم و بعد همه چیز رو شروع کرد به گفتن. اون چیزهایی که اصلاً تصورشو نمیکردم. مامان چند لحظه سکوت کرد. اشک از چشماش سر خورد پایین. اما نگاهش همچنان توی چشم من قفل شده بود. با صدایی بغض‌آلود گفت: نیلوفر، من و بابات هر دو قربانی شدیم. قربانی یه تصمیم اشتباه، قربانی یه تهدید بزرگ. صدام بالا رفت. من فقط یه چیز میخوام بدونم مامان، من بچه اون مرد هستم یا نه؟ اشکاش بیشتر شد. سرشو انداخت پایین و آروم گفت: نمیدونم. انگار دنیا زیر پام خالی شد. نمیدونی یعنی چی؟ مگه میشه؟ با چشمای گرد شده زل زدم بهش و داد زدم. یعنی چی نمیدونی؟ مگه میشه آدم ندونه پدر بچهش کیه؟ بازم اشک میریخت. گفت: اون روزا خیلی گیج بودم. اون نامزدی اجباری که پدر بزرگت برای من جور کرده بود یه جهنم بود. اون مرد خیلی از ما بزرگتر بود. بد اخلاق، سلطه‌جو. همیشه تهدید میکرد اگه بهش نبگم خانوادم رو نابود میکنه. ولی یه شب صدای مامان لرزید، مکث کرد، نفس عمیقی کشید و ادامه داد. یه شب وقتی بابات اومد خواستگاری، انگار نجات پیدا کردم. خانوادم سری نامزدی قبلی رو به هم زدن و با بابات عقد کردیم. اما اون مرد آروم نگرفت. بعد عقد ما، یه روز که تنها بودم به زور اومد خونه. صداش شکست و حق حق گریه کرد. اون کاری کرد که من حتی جرأت نکردم به کسی بگم، حتی به بابات. حالم از شنیدن حرفاش بد شد. حسی شبیه سرگیجه گرفتم. دلم میخواست همون لحظه همه چیز تموم شه. گفتم: یعنی اون مرد؟ صدام قطع شد. ادامه جمله رو نتونستم بگم. بعدش چی شد؟ مامان با دستمال اشکاشو پاک کرد و گفت: وقتی فهمیدم باردارم، دنیا روی سرم خراب شد. نمیدونستم بچه از کیه. ولی بابات با همه اینا، وقتی بعد از ماها بالاخره بهش اعتراف کردم، گفت: قبول میکنم نیلوفر، بچه خودمه، چون من قرار پدرش باشم، نه اون مرد. و هیچ وقت نذاشت این ماجرا توی خونه مطرح بشه. برای همین همیشه میگفت به کسی نگو نیلوفر چند ماه بعد از عقد به دنیا اومده. اشک توی چشمام جمع شد. دنیا روی سرم خراب شده بود. یعنی همه زندگیم، همه چیزی که باور کرده بودم فقط یه ظاهر قشنگ بود. با بغض گفتم: یعنی همه این سالها بابا میدونست ممکنه من دخترش نباشم و بازم منو مثل بچه خودش دوست داشت. مامان به گریه افتاد و گفت: بابات عاشقت بود. تو براش مثل همه دنیا بودی. میگفت نیلوفر فقط دختر خودمه و همین براش کافی بود. اون لحظه نمیدونستم باید از پدرم بیشتر شرمنده باشم یا از مادرم. ولی یه چیزی رو خوب فهمیدم. زندگی ما روی یه دروغ سفید ساخته شده بود. دروغی که از روی عشق گفته شده بود، ولی حالا مثل سم داشت منو میکشت. چند روز بعد از اون حرفا دیگه مثل آدمای معمولی نبودم. از بیرون شاید هیچ کس چیزی نمیفهمید. میرفتم دانشگاه، میومدم خونه، میخندیدم، حرف میزدم.
ولی شبها وقتی تنها می شدم دلم 1000 تیکه می شد. هر بار به حرفای مامان فکر می کردم بیشتر توی خودم فرو می رفتم. یعنی ممکنه همه زندگیم، همه عشق و احترام و محبتی که بابام داده بود روی یه هویت دروغین بوده باشه؟ اون شب به سختی تا صبح خوابیدم. صبح که بیدار شدم فقط یه تصمیم توی سرم بود. باید بدونم کی هستم. دیگه نمیتونستم با این تردید زندگی کنم. به مامان چیزی نگفتم. میدونستم اگر بفهمه دارم دنبال آزمایش میرم حتما گریه و التماس میکنه. اما من نمیخواستم این بار دیگه عقب نشینی کنم. رفتم سراغ یه آزمایشگاه ژنتیک. با دقت و استرس فرم‌ها رو پر کردم. چون بابا زنده بود و دسترسی بهش راحت بود، هم خونه خودم و هم خونه بابا رو دادیم. فقط وقتی نمونه رو از بابا گرفتم، توی دلم 1000 تا درد میریخت. بابا با لبخند بهم گفت: نیلوفر جونم، این آزمایش برای چیه حالا؟ مشکلی که نیست؟ لبخند مصنوعی زدم و گفتم: نه بابا جان، برای پروژه دانشگاهیه، یه تحقیق درباره ژنتیک و سازگاری کروموزوم‌ها. مثل همیشه باور کرد. مثل همیشه بهم اعتماد داشت و همین باعث میشد توی دلم بیشتر درد بگیره. دروغ گفتن به کسی که چشم بسته بهت اعتماد داره سخت‌ترین نوع دروغه. وقتی از آزمایشگاه بیرون اومدم، آسمون خاکستری بود. دلم میخواست یه جایی پیدا کنم جیغ بزنم، ولی هیچ کس نبود. همه آدم‌ها توی خیابون مثل ربات از کنارم رد می‌شدن و من وسط دنیای خودم تنها تر از همیشه قدم می‌زدم. قرار شد نتیجه آزمایش 10 روز دیگه آماده بشه. اون 10 روز بدترین روزای زندگیم بودن. هر شب کابوس می‌دیدم. کابوس هایی که توش هم بابا بود، هم اون مرد غریبه‌ای که صورتش رو هیچ وقت ندیده بودم. بالاخره اون روز لعنتی رسید. توی آزمایشگاه وقتی پاکت نتیجه رو گرفتم دستام می‌لرزید. نشستم روی صندلی گوشه سالن و آروم پاکت رو باز کردم. چشمهام سریع افتاد روی جمله اصلی. نتیجه تست تطابق پدر دختر عدم تطابق ژنتیکی. نفسم برید. کاغذ از دستم افتاد روی زمین. پا شدم، از آزمایشگاه زدم بیرون. فقط راه میرفتم. نمیدونستم دارم کجا میرم. واقعیت از اون چیزی که تصور میکردم تلختر بود. بابا پدر واقعی من نبود. ولی با این همه درد بدترینش تازه داشت شروع میشد. اون روز تا شب فقط راه رفتم. نمیتونستم حتی یه قطره اشک بریزم. یعنی انگار مغزم قفل کرده بود. قلبم یخ زده بود. دلم میخواست یکی از خواب بیدارم کنه و بگه همش کابوس بود، ولی نبود. واقعی تر از هر چیزی بود که تو زندگیم دیده بودم. وقتی رسیدم خونه، بابا مثل همیشه با لبخند درو باز کرد. اومدی دخترم، خسته نباشی. نگاهش کردم. دلم یه لحظه لرزید. این مرد تمام عمرم برام پدر بوده. مهربانترین آدم زندگیم. حتی اگه یه قطره از خونش توی رگ من نباشه، اما من با عشقش بزرگ شدم. ولی همین فکر دوباره بغضم رو ترکوند. با خودم گفتم حالا چی کار کنم؟ بهش بگم؟ نگم؟ اصلاً حق داره بدونه یا حق نداره؟ بابا متوجه حالم شد. نزدیکم اومد و دستشو روی شونم گذاشت. نیلوفر، خوبی دخترم؟ چرا رنگت پریده؟ اتفاقی افتاده؟ اونجا دیگه نتونستم جلوی اشکامو بگیرم. ناگهان همه بغضم ترید. افتادم توی بغلش و زدم زیر گریه. بابا هول شد. وای نیلوفر، چی شده؟ جون بابا بگو دخترم، داری منو میترسونی. بین حق حق گفتم بابا من یه چیزی رو فهمیدم، یه چیزی که نباید میفهمیدم. نگاهش جدی شد.
آروم سرمو از روشونش برداشت و با 2 دستش صورتمو گرفت. چی فهمیدی عزیزم؟ سعی کردم بهش نگاه نکنم. گفتم آزمایش دادم بابا. آزمایش ژنتیک. نتیجهش. نفس عمیق کشیدم و لرزون گفتم. نتیجهش میگه ما پدر و دختر واقعی نیستیم. چشماش از تعجب گرد شد، اما اون چیزی که انتظار داشتم نشد. فریاد نزد، عصبانی نشد، فقط چند لحظه خیره موند، بعد سرش رو پایین انداخت و یه نفس عمیق کشید. مثل کسی که سالها منتظر همین روز بوده. بعد آروم گفت بالاخره فهمیدی. از حرفش جا خوردم. یعنی میدونستی؟ آروم نشست روی مبل و گفت آره دخترم، از روز اولش میدونستم. دلم میخواست زمین دهن باز کنه منو ببلعه. نشستم جلوش گفتم پس چرا هیچ وقت چیزی نگفتی بابا؟ چرا این همه سال با هم بازی کردی؟ چشماش پر از اشک شد، اما سعی کرد لبخند بزنه. بازی نکردم نیلوفر، دوست داشتم، عاشقت بودم، مثل بچه خودم بزرگت کردم. برام فرقی نداشت که از گوشت و خونم نیستی. برای من تو تنها دخترم بودی، هستی و خواهی بود. اون لحظه سنگین ترین بغض دنیا نشست توی گلوم. بابایی که تمام زندگیم ازش محبت دیدم، اینجوری حرف میزد و من فقط میلرزیدم. دستم رو گرفت و گفت همیشه از خدا میخواستم که هیچ وقت نفهمی، ولی حالا که فهمیدی فقط یه خواهش دارم. بابا جون، این چیزا رو به کسی نگو، مخصوصاً به خواهرت ندا. اون روحیش حساسه، نابود میشه اگه بفهمه. سرمو تکون دادم. اصلاً توان حرف زدن نداشتم، ولی همین جا نبود که ماجرا تموم شه. چون چند روز بعد یه چیزی فهمیدم که اصلاً انتظارش رو نداشتم. یه چیزی که حتی مادرم هم مخفی کرده بود و تازه اون موقع فهمیدم دروغ سفید فقط همین یه لایه نداشت. بعد از اون شب حال و روزم عجیب شده بود. انگار آرامش لعنتی قبل از طوفان بود. بابا هنوز همون آدم مهربون بود. انگار هیچی نشده. بازم صبح میرفت سر کار، عصر میومد، شب شام میخوردیم. مامان هم سعی میکرد وانمود کنه اوضاع عادیه، ولی ته نگاهش یه اضطرابی بود که نمیتونست قایمش کنه. اما من دیگه اون نیلوفر قبلی نبودم. تمام زندگیم توی تردید و پرسش غرق شده بود. یه چیزی هی توی سرم میچرخید. خب حالا اون مرد کی بود؟ چرا مامان هیچ وقت اسمشو نگفت؟ زنده است؟ کجاست؟ چند روز بعد تصمیم گرفتم برم سراغ خاله مژگان. خاله مژگان تنها کسی بود که از بچگی نزدیک مامان بود و همیشه توی حرفاش یه چیزایی میگفت که انگار از همه چی خبر داره، ولی هیچ وقت کامل نمیگفت. به بهانه دید و بازدید رفتم خونش. چند دقیقه بعد که نشستیم خیلی راحت و بی مقدمه گفتم خاله، یه سوال خیلی جدی دارم. میخوام راستشو بهم بگی. یکم جا خورد ولی سعی کرد خونسرد باشه. چی شده عزیزم؟ نگاهش کردم و گفتم اون مردی که قبل از ازدواج بابا با مامان نامزد بود کی بود؟ اسمش چی بود؟ اصلاً الان کجاست؟ چشمهای خاله یه لحظه لرزید، رنگش پرید. نیلوفر، اینو از کجا فهمیدی؟ لبخند تلخی زدم. بالاخره فهمیدم. فقط میخوام همه چیز رو بدونم خاله. لطفاً. خاله چند لحظه مترت بود. آخرش آه کشید و گفت اسمش مهرداد بود. مهرداد کیانی. پسر یکی از آشنایای قدیمی پدر بزرگت. از همون اول یه پسر یه دنده و بد اخلاق بود، ولی چون وضع مالیشون خوب بود، خانوادت مجبور به این وصلت شدن. کمی مکث کرد و آرومتر ادامه داد. وقتی مادرت نامزدی رو به هم زد، مهرداد به هم ریخت
ولی ما نمیدونستیم که قراره تا کجا پیش بره. وقتی اون اتفاق افتاد، فقط من و مادرت خبر داشتیم. پدرت بعداً فهمید، ولی تصمیم گرفت شماها رو از همه چیز دور نگه داره. نفسم سنگین شد. اسمش مهرداد بود. مهردادی که هرگز توی زندگیم ندیده بودمش. ولی سرنوشت من اینطور به هم ریخته بود. باز پرسیدم، الان زنده است؟ کجاست؟ خاله سرش رو پایین انداخت و با صدای خیلی آرومی گفت زنده است. سالهاست که خارج از کشور زندگی میکنه. وقتی مادرت حامله شد، خانواده بابات یه جور توافق پنهانی باهاش کردن تا دیگه نزدیک نشه. در عوض بهش پول دادند که از ایران بره و پشت سرشو هم نگاه نکنه. انگار یه سطل آب یخ ریختن روی سرم. یعنی مهرداد الان زنده است و تمام این سالها من بیخبر از وجود یه پدر بیولوژیکی داشتم نفس میکشیدم. خاله گفت نیلوفر میدونم شوکه‌ای، ولی بهت التماس میکنم سراغش نرو. این گذشته فقط و فقط ویرونت میکنه. اما اون لحظه یه چیزی ته دلم روشن شد. من باید پیداش میکردم. چون نمیتونستم با این علامت سوال زندگی کنم. اون شب وقتی برگشتم خونه دیگه برام قطعی شده بود. باید مهرداد رو پیدا کنم. تا صبح خواب به چشمم نیومد. هی بالا پایین میرفتم، هی خودم رو سرزنش میکردم. ولی انگار یه چیزی توی وجودم هل میداد به سمتش. دلم میخواست بدونم کی هست. میخواستم ببینم اصلاً شبیهش هستم یا نه. صبح که شد نشستم پای لپتاپ. اینترنت و شبکه‌های اجتماعی شده بودن تنها امیدم برای پیدا کردنش. اسم کاملش رو میدونستم. مهرداد کیانی. شروع کردم سرچ کردن. 10 اسم مشابه بالا اومد. صفحه به صفحه جلو رفتم. لینکدین، اینستاگرام، فیسبوک، حتی سایت‌های ثبت شرکت خارج کشور. چند ساعت گذشت تا اینکه یه پروفایل روی یکی از سایت‌های کاریابی استرالیا دیدم. قلبم داشت از سینم میزد بیرون. سنش با چیزی که خاله گفته بود جور در می اومد. قیافه‌شو دیدم، صورت کشیده، ابروهای پر، بینی استخوانی. یه لحظه حس کردم یه جاهایی از فرم صورتم شبیهشه. همین مقایسه داشت دیوونم میکرد. نشستم چند دقیقه زل زدم به مانیتور. بعد یه ایمیل نوشتم. خیلی کوتاه. سلام آقای کیانی. اسم من نیلوفره. موضوعی هست که به گذشته شما مربوط میشه و ممکنه برای هر دومون مهم باشه. اگر ممکنه لطفاً جواب بدید. دستم میلرزید وقتی روی دکمه ارسال کلیک کردم. چند روز طول کشید تا جواب بیاد. شاید سخت ترین چند روز عمرم بود. بالاخره یه شب که داشتم شام آماده می کردم گوشیم ویبره زد. دستم یخ کرد. قلبم تند می زد. سریع بازش کردم. سلام نیلوفر. اسمت برای من کاملا آشناست. اگر حدسم درست باشه سالهاست منتظر چنین تماسی بودم. میتونیم صحبت کنیم؟ دلم لرزید. یعنی همه چیزو میدونه؟ یعنی میدونسته من وجود دارم؟ جواب دادم که میتونیم آنلاین تماس بگیریم. برای همون شب قرار گذاشتیم. وقتی تماس تصویری شروع شد یه لحظه شوکه شدم. مهرداد یه مرد میان سال با موهای جوگندمی جلوی دوربین ظاهر شد. یه لحظه سکوت کرد. فقط با دقت نگاهم میکرد. انگار داشت صورت منو میخوند. بعد لبخند کمرنگی زد و گفت نیلوفر خودتی؟ لبمو گاز گرفتم و گفتم شما میدونستید من وجود دارم؟ یه نفس سنگین کشید و با چهره‌ای پر از غصه گفت آره همیشه میدونستم. فقط هیچ وقت اجازه نداشتم پدرت بشم. صداش میلرزید. منم دیگه نتونستم جلوی اشکامو بگیرم. چرا هیچ وقت سراغم نیومدید؟ چرا این همه سال سکوت کردید؟ مهرداد آهی کشید و با صدای گرفته گفت چون منو خریدم نیلوفر.
پدر ناتنید مردی بود که غرور و آبروی خانواده‌اش براش از همه چیز مهمتر بود. وقتی فهمید مادرت بارداره، منو مجبور کرد از زندگی شما خارج بشم. در ازای پول، سکوت و تبعید به خارج کشور. چشمهام از اشک پر شد. تمام وجودم میلرزید. مهرداد ادامه داد: اون روزا من بچه بودم، بی پول، بی پشتوانه و از همه بدتر عاشق مادرم، ولی خانواده ها تصمیم گرفتن که من نباشم. حالا همه این سالها فقط از دور یواشکی از طریق خالت خبردار می شدم که حالت خوبه و قسم خورده بودم مزاحم زندگیت نشم، چون نمیخواستم مثل اون زمان همه چیز ویرون بشه. نمیدونستم چی باید بگم، فقط خیره شدم بهش. تمام زندگیم توی چند دقیقه واژگون شد. بعد از قطع تماس تا ساعتها به صفحه خاموش لپتاپ خیره مونده بودم. انگار دیگه ذهنم کار نمی کرد. یه عمر فکر می کردم مادرم فقط برای محافظت از من دروغ گفته. ولی حالا می فهمیدم داستان خیلی بزرگتر و تلختر از اونه. یه معامله، یه سکوت فروخته شده به قیمت زندگی من. اون شب تا صبح فقط گریه کردم. نه مثل بچگی که با بغل مامان آروم می شدم. نه، این بار گریه هام ته نداشت. صبح که شد تصمیمم قطعی بود. باید با مامان روبرو می شدم. رفتم پایین. مامان داشت مثل همیشه صبحونه آماده می کرد. آروم گفتم: مامان، میشه بشینیم حرف بزنیم؟ نگاه مضطربی انداخت و گفت: نیلوفر، باز چی شده مادر؟ دیگه نمیخواستم دور بزنم. گفتم: من با مهرداد حرف زدم. مامان خشکش زد. قاشق چاییش از دستش افتاد توی نعلبکی. دستاش شروع کرد به لرزیدن. چی گفت؟ همه چی رو. میدونم که تو و بابا با پول مجبورش کردین از زندگیمون بره بیرون. اشک جمع شد توی چشماش. چند لحظه چیزی نگفت. بعد سرشو انداخت پایین و با صدای خیلی لرزون گفت: نیلوفر، من... چرا مامان؟ میخواستم ازت محافظت کنم. محافظت کنی از کی؟ از چی؟ از پدر واقعیم یا از اینکه راز خجالت آورت فاش نشه؟ صدام داشت میلرزید ولی بغضم و قورت میدادم. ادامه دادم: میدونی دردناکترین بخشش چیه؟ نه اون اشتباه گذشتت، نه اون نامزدی اجباری. اینه که یه عمر منو گذاشتین وسط دروغ. تمام هویت منو خرید و فروش کردین. مامان سرشو گرفت توی دستاش و زد زیر گریه. نیلوفر، باور کن تصمیم آسونی نبود. من فقط نمیخواستم آبرو و زندگیت از هم بپاشه. باباتم اون مرد بزرگی بود. برای همین قبول کرد. همه چیو قبول کرد پدر بمونه. ولی حق انتخابو از من گرفتین. صدام شکست. دیگه نتونستم خودمو کنترل کنم. اشکام جاری شد. برای اولین بار مامان سکوت کرد. دیگه دفاع نکرد. فقط گریه کرد و گریه کرد. اونجا بود که فهمیدم گاهی بعضی دروغ‌ها حتی وقتی از سر عشق گفته میشن میتونن تا آخر عمر مثل خوره آدمو بجونن. چند روز بعد رفتم سر مزار بابا. کنار قبرش نشستم. ببخش منو بابا، تو همیشه برام پدر بودی. پدر واقعی، حتی اگر خونت توی رگهام نبوده باشه. هیچ وقت دیگه نمیتونم مثل قبل باشم.
ولی همیشه دوستت دارم. نسیم خنکی وزید، انگار بابا با همون مهربونی همیشگیش یه بار دیگه نوازشم میکرد. چند هفته گذشت. نه مادرم دیگه چیزی گفت، نه من بحثی باز کردم. فقط یه سکوت سنگینی بینمون بود که حتی وقت صبحونه خوردن هم حس میشد. ندا هم هیچی نمیدونست. اون هنوز همون دختری بود که فکر میکرد ما یه خانواده کاملاً عادی هستیم. گاهی بهش نگاه میکردم و با خودم میگفتم خوش به حالت که نمیدونی. خوش به حالت که توی این باطلاق نیفتادی. اما از طرف دیگه مهرداد هر روز چند پیام کوتاه میفرستاد. پیام‌هایی که نه اصرار بود، نه التماس، فقط یه جور خواهش آروم. اگر خواستی منو ببینی آماده‌ام نیلوفر. فقط یه بار، هر جور که راحتی. دخترم، دلم میخواد صدات رو بشنوم. هر بار که میخوندمشون، اشک توی چشمم جمع میشد. نمیدونستم چی کار کنم. از یه طرف حس میکردم شاید حقمه بدونم کی هست. از یه طرف هم ته قلبم انگار به بابام خیانت میکردم اگه قبول کنم ببینمش. تا اینکه یه شب خواب بابا رو دیدم. خیلی عجیب بود. کنار همون کرسی قدیمی که بچگیامون هر شب زیرش می نشستیم نشسته بود و داشت برام قصه می گفت. با همون لبخند مهربون و آرومش. فقط یه جمله گفت. نیلوفر، آدم همیشه دنبال حقیقت میره ولی باید بلد باشه چطوری باهاش کنار بیاد. از خواب پریدم. همون شب تصمیمم قطعی شد. رفتم پای لپتاپ و برای مهرداد نوشتم قبول میکنم. میخوام ببینمش ولی فقط یه بار. 3 هفته بعد مهرداد برای دیدنم اومد ایران. توی یه کافی شاپ خلوت قرار گذاشتیم. وقتی وارد شد یه لحظه نتونستم بلند شم. انگار یه موج عجیب از احساسات ریخت سرم. اون مردی که روبروم ایستاده بود پدر بیولوژیکی من بود، اما برام غریبه ترین آدم دنیا. آروم لبخند زد، اومد نشست روبروم. چند ثانیه فقط به هم نگاه کردیم. اون لبخند زد و گفت ممنون که اومدی دخترم. دخترم. اولین باری بود که این کلمه رو از دهنش میشنیدم. یه لرز خفیف توی تنم دوید ولی لبخند خیلی کمنگی زدم. چند دقیقه سکوت بینمون بود تا بالاخره خودم شروع کردم. مهرداد آقا، نگفتی به هم بگو بابا. ببخشید، هنوز خیلی سخته. لبخند تلخی زد و سرشو تکون داد. حق داری. اصلاً توقع ندارم یه شب همه چیز درست شه. من فقط میخواستم ببینمش. همین. دستم روی لیوان چای بود. سرمو انداختم پایین و گفتم راستش من تمام بچگیم با یه پدری بزرگ شدم که همه چیزش برای من بود. حتی وقتی فهمید من دخترش نیستم هیچ وقت به هم پشت نکرد. میدونم نیلوفر، من همیشه به انتخاب اون مرد احترام گذاشتم. شاید اگر جاش بودم نمیتونستم انقدر بزرگ باشم. یه لحظه سکوت کرد و بعد ادامه داد. نیومدم زندگی تو به هم بزنم. نمیخوام جای کسی رو بگیرم. فقط میخواستم یه بار ببینمش. همین. یه بغض سنگین توی گلوم گیر کرده بود. گفتم مهرداد آقا، شاید الان نتونم شما را بابا صدا کنم. شاید هیچ وقت هم نتونم. اما یه لحظه مکث کردم. ممنون که صبر کردی. ممنون که اصرار نکردی. ممنون که مثل بقیه وارد زندگیم نشدی. اون لحظه فقط لبخند زد و با چشمای خیس گفت همین که اجازه دادی ببینمش برای من کافیه دخترم. بعدش بلند شد. قبل از رفتنش خم شد و یه بوسه آروم روی پیشونیم زد. مثل پدری که از دور میخواست نوازش کنه اما نمیخواست سنگین‌تر از ظرفیت من بشه. وقتی از در کافه بیرون رفت فهمیدم یه بخشی از زخم‌های این ماجرا همیشه میمونه، اما حداقل بالاخره یه جایی بسته شد. اون روز فهمیدم بعضی دروغ‌ها شاید از سر عشق باشن، ولی هیچ وقت تا ابد نمیتونن پنهان بمونن. و شاید زندگی یعنی همین.
قبول کردن حقیقت‌های تلخ و ادامه دادن. چند ماه از دیدار من و مهرداد گذشت. مهرداد بعد از چند روز اقامت دوباره به استرالیا برگشت. همونطور که قول داده بود دیگه مزاحمم نشد. فقط هر از گاهی یه ایمیل کوتاه میفرستاد تا خیالش راحت باشه حالم خوبه. منم جوابش رو خیلی محترمانه و کوتاه میدادم. نه اون انتظار بیشتری داشت، نه من آمادگی بیشتر از اون داشتم. ولی زندگی بعد از اون دیدار دیگه مثل قبل نشد. نه برای من، نه برای مادرم و نه حتی برای ندا. هرچند ندا هنوز هیچ چیزی نمیدونست. مامان تغییر کرده بود. خیلی ساکت‌تر، خیلی شکسته‌تر و خیلی بیشتر در خودش فرو رفته بود. اون همیشه فکر می‌کرد میتونه با سکوت و پنهانکاری جلوی زلزله رو بگیره. ولی حالا فهمیده بود که این زلزله یه روزی بالاخره میاد و همه چی رو خراب میکنه. یه شب که ندا خواب بود، مامان اومد توی اتاقم. روی تختم نشست. چشماش قرمز بود. معلوم بود باز هم گریه کرده. آروم گفت: نیلوفر، جان مامان. با صدای لرزانی گفت: من یه عمری فکر می کردم دارم ازت محافظت می کنم، ولی فقط داشتم خودم رو آروم می کردم. مامان، گذشته دیگه گذشته. سرشو تکون داد. نه، گذشته هیچ وقت تموم نمیشه. بعد یه مکث طولانی ادامه داد. میدونی چی از همه بیشتر عذابم میده؟ اینکه همه عمر بابات مجبور شد بار اشتباه منو بکشه. اون مردی که بزرگترین محبت رو به ما کرد، هیچ وقت فرصت نکرد سبک شه. تا آخرین نفسش با اون درد زندگی کرد. اشکام سرازیر شد. دستم رو گذاشتم روی دست مامان. گفتم: بابا بزرگ بود. بزرگتر از اون چیزی که فکرشو می کردیم. مامان حق کرد. اون شب طولانی ترین گفتگوی عمرمون شد. برای اولین بار مامان از همه جزئیات گفت، حتی از روزی که مجبور شده بودند با خانواده مهرداد توافق کنن و همه چیزو با پول بخرن تا زندگی آروم بشه. برای اولین بار فهمیدم چطور پدر بزرگم به خاطر آبرو، چطور خانواده مهرداد به خاطر پول و چطور مامان به خاطر ترس همه با هم بازی کردن. و وسط این بازی من به دنیا اومده بودم. چند ماه بعد از اون شب یه تصمیم سخت دیگه افتاد جلوی پام. ندا. اون دیگه کم کم داشت بزرگ می شد و کنجکاویاش بیشتر می شد. خیلی وقتا به شوخی می گفت: نیلوفر، تو چرا همیشه با بابا فرق داشتی؟ حتی مدل حرف زدنت فرق می کرد. من هر بار می خندیدم و موضوع رو عوض می کردم. ولی می دونستم یه روزی اونم می فهمه. حالا سوال بزرگ اینجا بود: آیا حق داره بدونه؟ یا باید مثل گذشته منم سکوت کنم؟ این تصمیم شاید از تمام تصمیم‌های قبلی سخت‌تر بود. روزها میگذشت. اما سنگینی این تصمیم مثل یه بختک هر شب میومد سراغم. گاهی توی سکوت خونه وقتی ندا با لپتاپش مشغول بود و مامان توی آشپزخونه کار میکرد، بهشون نگاه میکردم و با خودم میگفتم: یعنی اگه یه روز بفهمه، اگه این راز از یه جای دیگه لو بره، اگه از زبون کسی جز من بشنوه، چی میشه؟ این فکرها داشت از درون میخوردم. از یه طرف دلم نمیخواست اونو وارد این جهنم کنم. از طرف دیگه وجدانم هی میگفت:
اگه حق تو دونستن بود، حق اونم هست. یه شب که دیگه نتونستم طاقت بیارم، رفتم پیش مادرم. با صدای آرومی گفتم: مامان، جانم عزیزم. یه نفس عمیق کشیدم. فکر میکنم وقتشه ندا هم حقیقت رو بدونه. مامان همون لحظه سرشو بلند کرد. چشمهاش گرد شد. نه نیلوفر، خواهش میکنم، بچه است، نمیدونه چقدر این بار سنگینه. منم نمیدونستم ولی تحملش کردم. مامان بغض کرد. آروم گفت: تو از من قوی تری دخترم. سرم رو انداختم پایین. دلم نمیخواست مامان اینقدر خودش رو ببازه. ولی من دیگه تصمیممو گرفته بودم. مامان، ما دیگه نمیتونیم روی این دروغ نسل به نسل زندگی کنیم. اگه الان نگیم یه روز خودش میفهمه. اون موقع دیگه خیلی بدتر میشه. مامان فقط سکوت کرد. اشکش سرازیر شد ولی این بار مخالفت نکرد. فهمید که تصمیم قطعی منو نمیتونه عوض کنه. چند روز بعد از ظهر آروم که ندا از دانشگاه برگشته بود، صداش کردم بیاد اتاقم. تا نشست و نگاه مهربونش رو انداخت بهم، یه لحظه دلم لرزید. دلم میخواست فرار کنم از حرفی که میخواستم بزنم، ولی دیگه راه برگشتی نبود. شروع کردم: ندا، خواهر کوچولوی من، جان نیلوفر جونم. لبم لرزید، صدام خوشدار شد. یه چیزی هست که هیچ وقت بهت نگفتم. یه چیزی که سالهاست مخفی شده، ولی دیگه وقتشه بدونی. ندا یکم جا خورد، اخماش رفت تو هم. چی شده؟ چرا اینجوری حرف میزنی؟ ترسوندم. یه نفس گرفتم و همه چیزو براش گفتم. از اول تا آخر. همه چیزی که خودم فهمیده بودم. نامه بابا، اعتراف مامان، مهرداد، همه چیز. وقتی حرفام تموم شد، ندا مات و مبهوت فقط نگاهم میکرد. چند دقیقه فقط سکوت بود. آخرش آروم گفت: یعنی تو خواهری من نیستی؟ لبخند تلخی زدم و گفتم: از یه پدر نیستیم، ولی خواهرت هستم. همیشه بودم، همیشه هستم. ندا زد زیر گریه، افتاد توی بغلم و حق حق زد. من بدون تو نمیتونم، نمیخوام فرق کنه. تو همیشه خواهرمی نیلوفر، همیشه. باهاش گریه کردم. بغض اون سالها که توی دلم جمع شده بود، اون شب خالی شد. اون لحظه یه چیزی رو فهمیدم. گاهی بعضی حقیقتها وقتی با عشق گفته بشن درد دارن، ولی آدمو نابود نمی کنن. فقط آزاد می کنن. از اون شب به بعد خونه ما یه حال و هوای عجیبی پیدا کرده بود. نه مثل قبل بود که همه چیز رو مخفی می کردیم، نه کاملا آروم. همه سعی می کردیم عادی رفتار کنیم، ولی ته دلمون معلوم بود زخمی داریم که تازه باز شده. مامان خیلی شکسته تر شده بود. هر شب یواشکی می رفت توی اتاقش و زیر لب نماز می خوند و گریه می کرد. من و ندا بیشتر از قبل به هم نزدیک شده بودیم. انگار همین حقیقت ما رو محکمتر از همیشه به هم چسبونده بود. چند هفته بعد مهرداد دوباره ایمیل داد. خیلی کوتاه: نیلوفر جان، اگر ندا بخواد و آمادگی داشته باشه، من هم دوست دارم یه بار ببینمش، اما اگر نه، هیچ وقت اصرار نمی کنم. ایمیل رو برای ندا خوندم. اولش مات شد، هیچ چیزی نگفت، ولی فرداش که با هم بیرون رفته بودیم خودش شروع کرد: نیلوفر جانم، میخوام ببینمش، میخوام ببینم اون مردی که اسمش همیشه توی تاریکی بوده چیه؟ مطمئنی؟ آره، میخوام حداقل یه بار چشم تو چشم بشن باهاش.
هر جور راحتی ندا، هر تصمیمی بگیری من پشتتم. چشمام پر از اشک شد از این همه شجاعتی که توی این دختر کوچیک می دیدم. برای دیدار قرار گذاشتیم دوباره مهرداد بیاد ایران. وقتی رسید فرودگاه من و ندا با هم دنبالش رفتیم. این بار اولین چیزی که توی نگاه مهرداد بود یه حس عمیق پدرانه بود که حتی نتونست قایمش کنه. تا ندا رو دید اشک توی چشماش جمع شد و آروم گفت وای خدای من تو چقدر شبیه مادرتم. ندا هم چند لحظه فقط نگاهش کرد. دستشو جلو آورد و گفت سلام، سلام دخترم. دستای همو گرفتند، یه لرزش خفیف توی دست هر دوشون بود. من یه قدم عقب‌تر ایستاده بودم و فقط نگاهشون می‌کردم. یه حس عجیبی داشتم. انگار دارم صحنه‌ای رو می‌بینم که همیشه باید اتفاق می‌افتاد ولی سالها عقب افتاده بود. بعد از کمی حرف‌های ساده و کوتاه مهرداد گفت نمیخوام اذیتتون کنم، فقط میخواستم بدونین همیشه دلم برای هر دوتون میتپید، حتی از دور. ندا هم آروم گفت بدونین که برای ما هم راحت نیست ولی حداقل حالا همه چیز رو میدونیم و دیگه چیزی برای قایم کردن نداریم. لبخند غمگینی بین هر سمون رد و بدل شد. اون روز گذشت. مهرداد بعد از چند روز برگشت استرالیا. ولی این بار دیگه کاملاً غریبه نبود. ما هنوز خانواده‌ای بودیم که گذشته سنگینی رو پشت سر گذاشته بود. ولی بالاخره تونستیم باهاش روبرو بشیم و نفس بکشیم. حالا بعد از چند سال گاهی هنوز با مهرداد تماس تصویری داریم. اون یه جای دور اون سر دنیا زندگیشو میکنه، ما هم اینجا زندگی خودمونو. مامان هنوز گاهی برای گذشته گریه میکنه ولی حداقل حالا میدونه دختراش هر دوشون قوی تر از اون چیزی شدن که تصور میکرد. و من هر بار که جلوی آینه می ایستم به خودم میگم زندگی همیشه اون چیزی نیست که تو انتخابش میکنی ولی شجاعت یعنی بتونی حتی با سخت‌ترین حقیقت‌ها هم زندگی کنی. و این شد پایان قصه من، یا شاید بهتر بگم شروع فصل آرام زندگیمون بعد از تمام اون سالهای پنهانکاری.